من فکر کردم که میمیرم. گمان داشتم که سکته دید شدم. سپس مرا به شعبه یاری تجاری آوردن تا که فهمند به من چی شد. من بینش نخ پیدا کردم. نفس تنگ شدم. گویا حاضر بیهوش شدم میافتم. اکنون من هر روز میترسم که مبادا این حالت تکرار نشود. این صدای آدمانی که پریستوپی ترس و وهم داشتند. وقتی آدم به این حالت گرفتار می شود، از تکرار شوی این حالت ترس و هراس پیدا می کند. مدتی دراز خودم به همین حالت گرفتار بودم. وقتی که یکم بار به حمله ترس و وهم گرفتار شدم و روزی عادی بود، من با دوگانه هم با ماشین در راه بودیم. در راه ماشین ها زیاد بودند. من به همراهم در صحبت بودم. او ماشین میران دقتش در راه بود. ناگهان نفس تنگ و دلتنگ شدم. کفی دستانم عرق کردند. دلم تیز و سخت میزد. گویا حاضر زده میبراید. به همراهم نگاه کردم. در نظرم ماشین های اطراف ما بودگی تنگ میشدند. باوری داشتم که حاضر میمیرم، اما من نمیخواهم مردن. ترس و هراس در رویم خوانده میشد. همراهم پرسید حوالت ساز؟ به اشاره گفتم نه. گپ زدن نمیتوانستم. همراهم ماشین را منع کرده زود به یاری تجاری زنگ زد. بعد از معاینه دکترها به من گفتند که دلم سالم است. دکتر به من گفت که این حمله ترس و وهم بود، یعنی پانیکسکه اتاک. آنها به من فهماندند که به کی مراجعه کنم. سبب‌های حمله ترس و وهم گوناگونند. حمله ترس و وهم این یک گروه علامت‌های جسمانی و روانی که در یکجایی پیدا می‌شوند. از حساب خواطری سخت و حسیات جسمانی سخت آدم ترس مردن را پیدا می‌کند. یکی از نشانه‌های آن تیز شدن کار دل، نفس تنگی، درد در قفس سینه، سرچرخ زنی، ویرانشوی بینش و حسیات سخت ترس میباشد. برای من اون لحظه عادی بود تا گرفتار شدن به حمله ترس و ولی روانشناس با من کمک کرد. با کمک دکتر و تعیینات درست داروگی و پسیکوتراپی من زود نقص شدم. رو افتادگی پس سر شد. این مشکلات را من از خود دور کردم. امید به سالمی و امید به حیات نفس پیدا کردم. ترس و وهم نباید حیات شما را اداره کند. اداره را به دست خود گیرید.